دل طرف رو شکندیم عین خیالمون نی، یک عمر داره پشت سرمون آه میکشه و آهش میفته تو زندگیمون، مشکل پشت مشکل که به گردنت حق داره، تو دلشو شکندی، حقشو خوردی، دلشو به دستم نیاوردی، حقشو ادا هم نکردی، یک سره داره آه میکشه و نفرین میکنه. مشکل پشت مشکل تو زندگیت میفته، برو استغفار کن، برو اون راضی کن. گناه مشکل میاره تو زندگی، گناهانی که پاش استغفار نکردیم، توبه نکردیم، عذرخواهی نه از خدا، نه از ولی خدا، نه از خلق خدا، حتی فردای قیامت در برزخ اون حق الناسی که به گردنته ولو استغفار کرده باشی، جنبه حق اللهیشو ادا کرده باشی، اما جنبه حق الناسیشو ادا نکرده باشی، گرفتاری، خدا نمیگذره ولو در راه خدا شهید شده باش. میدانی حق الناس به گردنت باشه، اینو باید